سلام، من امیرم. با چنل گجت من خوش اومدید. اگه دغدغت اینه که توی ماشینت خورده نون میریزه، چیپس میریزه، یه سری آشغالی میریزه که نمیتونی جمعش کنی، گرین لاین اینجاست. دمنده و مکنده گرین لاین یه محصول فوق العاده برای شما. من اینجا اینو آنباکسش کردم دیگه، وقت آنباکس کردنشو نمیگیرم ازتون. سریای مختلف این محصول هستش که حالا در ادامه تک تک میذارم روی محصول، میبینید اینا رو. یه دفترچه راهنمای کامل داخل این محصول وجود داره. 2 ساعت هم شما این رو شارژش باید بکنید برای اینکه ازش استفاده کنید. و اینکه خود دستگاه به این صورت هست. تمام قطعات دستگاه قابل جدا شدن شستشو هست. البته خود دستگاه قابل شستشو نیست. شرکت گفته که IPX داره، گواهی IPX 64 داره، ولی خب بازم پیشنهاد میشه به هر حال که دستگاه رو نشورید. این مخزن جارو دستگاه هست. اگه دوربین زوم کنه بعد مخزن جارو دستگاه هست. روی این قسمت به این شکل قرار میگیره و قفل میشه. از این ور میتونید مکنده رو داشته باشید، از این ور دمنده. حالا اینم در ادامه بهتون میگم که چجوری کار میکنه. خب همونطور که گفتم، اگه ماشین دارید، مبل دارید، یه چیزی میره گوشه ماشین، گوشه مبل، شما میخواید اینو جاروش کنی، چیکار میکنی؟ جارو رو شما متصل میکنید، این سریع جارو رو شما متصل میکنید. حالا برای اینکه آشغالا یا چیزایی که اون زیر اون توی درزا رفته رو بتونید در بیارید، این کامل کمکتون میکنه. از این ور داخلش میبرید، فیکس میشه همونطور که میبینید و اینکه میتونید ازش استفاده کنید به سادگی. گرین لاین اومده یه فرچه هم در نظر گرفته، این هم برای به همین سر جارویش متصل میشه در واقع. و اینکه آره، حالا در ادامه من تک تک سریع رو میذارم که ببینید. اول بریم روشن شدن تست دستگاه. با این دکمه دستگاه روشن میشه. الان از این ور داره میدمه. این صدای قدرت دستگاه هستش. الان از این ور دمنده است و از این سمت مکنده است. این روی قدرت 1 بود، این قدرت 2 هستش. و اینکه حالا برای اینکه شما ببینید قدرتش چقدره، پرتاب باد خیلی خوبی داره. برای مکشش هم واقعا مکش خیلی خوبی داره. و اینکه شما میتونید ببینید این مکش دستگاه هستش. بریم سراغ این پک سریع بریم سیاسته. اول اینکه مثل همیشه کابل تایپ بی به تایپ سی توی این محصول هستش. الان توی تمام محصولات گرین لاین میتونید این کابل ببینید. ببینید به این شکل اینا وصل میشه به این سمت دستگاه و کیپ میشه، خیلی راحت کیپ میشه. خب شما از اینجا این قسمت دمندگیش بود، درسته؟ حالا اگر شما بخواید که این سمت مکنده بشه و از این سمت مکش داشته باشه، یه دور فقط کافیه اینو روشنش کنید. بعد از اینکه روشن شد دکمه رو نگه دارید و این عوض میشه، جای مکنده و دمنده عوض میشه. بریم تمام سریعش رو من بذارم شما ببینید. این یه سریعش این سریع فرچه دار، سریع دقیقا نمیدونم کاربردش چیه. و اینکه خیلی از سریعای همچین چیزی هم باشونه توی پک این محصول که ببینید الان این به خودی خود جا نمیخوره، شما اینو داخل این قرار میدید و بعد جا میزنید. این دمنده و مکنده هم میتونید از سایت تهیه کنید. من لینک خریدش این پایین حتما براتون میذارم. یه تخفیف ویژه هم میدم تا آخر هفته به کسایی که پیج رو هم فالو کنن. اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. برای دیدن گجت های به روز دنیا منو فالو کن. لینک خرید همه محصولات بلا استثنا داخل توضیحات ویدیو هستش. سابسکرایب یادت نره.